در لیورپول آزمون بین المللی یورویدن 2023 جانباز شد. در این آزمون امساله 26 نماینده دولت‌ها اشتراک داشتند. لارن با سرود تاتو از شویتسیا برنده گردید. اصلا حکمان به او 340 بال دادند که به جای سوم گذاشته بود، ولی 243 بال را از حساب مخلصان گرفته به جای یکم گذاشت. مثل تخمین کردهمان فنلاندیا با 526 بال در جای دوم و اسرائیل در جای سوم قرار گرفتند. باید گفت که این بار دوم است که لارن کشورش را غالب آزمون میکند. طبق شرط آزمون اکنون باید یورویدن 2024 در شویتسیا شود، ولی در سال گذشته اوکراین جای اول گرفت و آزمون در کشور غالب جای دوم برگزار گشت. چون این حالت در تاریخ 67 ساله آزمون بارها هم رخ داده است. مثلا انگلیا اگر 5 مرتبه پیروز شده باشد در آزمون، ولی 9 مرتبه میزبان گردیده بود.